سمینار مشورت در موضوع محبت و عائله در قصر فرهنگ شامی سرخی جماعت دهاتی سرخی شهر اسفره برگزار گردید. چاره‌بینی مذکور در دایره لایحه رشد اقتداری زنان و جوانان توسط تقویت فعالیت اسوسیاسیون زنان سرور در دهات دایر شد. در چاره‌بینی مذکور فعال زنان راهبر، دیرکتوران مؤسسه ها و رئیسان جماعت و دهاتی شهر اسفره اشتراک نمودند. ما از این لایحه‌های زن سرور یک چند سمینار مشورت ها گذراندیم. در این سمینار مشورت ها زنان خیلی فعالانه اشتراک کردند. در نتیجه زنها خیلی فعال شده با کارهای جمعیتی در معرکه ها اشتراک می‌ورزند. در قانون تنظیم جشن و مراسم های همچون رعایت میکنند. همچون در عائله مناقشه عائلوی را برهم داده آنها را به عائله نمونوی تبدیل می‌دهند. امروزها در تاجیکستان زنان در تمامی ساختارهای جامعه فعالیت می‌برند، اما در زیاد منطقه‌های کشور از جمله دهات و شهرک‌ها فعالناکی زنان کم به نظر می‌رسند. مقصد اساسی برگزاری چاره‌بینی‌ها فهمانیدن حقوق و امکانیت‌های زنان و آموزانیدن هنرهای گوناگون میباشد. همچنین کارهای فهماندهی در این گونه سمینارها برای پیشگیری زیرآوری در عائله به راه مانده شده است. وقتی که ما کار آمدیم قریب که زنهای سر کم در همین سمینارها اشتراک میکنن، در کارهای جمعیتی اشتراک میکنن. در نتیجه فهمانده دادن حاضر زنها فعال بسیارتر طرفهای مانده دخترها کم کشیده میشن. زینه سیمی مکتبم یا همین یگان کسب و هنر آموزی بم از این سبب ما همین کارخانه تشکیل کردیم. حاضر مدتی 5 سال است که کار کردیم. نسبت پیشتری دیده حاضر بهتر زنهای هم فعال شدگی. من امروز نتیجه همون کارهای ما هست که زنها امروز من فعالانه اشتراک میکنند. سمینار مشورت در موضوع محبت و عائله در جماعت دهاتی سرخ شهر اسفره از روی یک چند بخش گذرانیده شد. دختران عنعنه‌های ملی کهنی تاجیکی را با لباسهای قدیمی عروسی نمایش دادند. اعضای حکمان که فعال زنان بودند مهارت و استعداد و توانایی اشتراکداران را بهاگذاری نمودند. در چاره‌بینی مشورتی و آموزشی برای زنان مهمانان از جمهوری قرقیزستان نیز شرکت نمودند. ما از شهر برای اشتراک به این سمینار آمدیم. همه ما را خوب و صمیمی پذیرفتند. در قرقیزستان زندگی میکنیم. به تاجیکستان آمدیم. مناسبت خیلی خوب و صمیمی است. به ممنونیت رو بیا داریم. ما همیشه در این گونه سمینار و چاره‌بینی ها اگر دعوت کنند آمده اشتراک میکنیم. تاجیکستان менен жакшыбыз, кирди чыктыбыз ham жакшы. در قسمت دیگری چاره‌بینی مسئله بر وقت عائله‌دار شدن جوانان از جمله دختران و اینچنین زیاد گردیدن جداشوی عائله‌های جوان مطرح شد. فعال زنان و پیشبران جماعت با جوانان صحبت نمودند. همچنین صحنه‌چه‌ها در مورد معمای بر وقت خانه‌دار شوی نمایش داده شد. مادر دختر اساساً از مادرای ما فکر میکنن که دخترشون بر وقت فوت نکنن بعد اشو میمونن. این حقیقت است. ممکن بعضی از من جنگنده بیند، بعضی هر خیلی فکر کنند. لیکن اینجا مادر تحمل نمیکند که یا فکری دختر ارزو حواس دختر فهمد که آیا در دل ارزوی خواندن دارد یا ارزوی چیدن دارد. اسوسیاسیون منطقوی زنان سرور شروع از ماه ینور سال روان تشبس‌های مختلف را آغاز نموده است. مقصد آن اعتماد به همدیگر، تحکیم روابط دوستانه در بین جوانان، تقویت نقش زنان در قبول قرارها می باشد. دیگر جماعت‌های شهر اسفره از جانب زنان راهبر و اعضای اسوسیاسیون منطقوی زنان سرور با دستگیری تشکیلات جمعیتی میر مرکز انکشاف و رشد گذرانیده شده ایستاده است. گزارش سومن حامد و نوریدین حکیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.